سلام، کیف احوال؟ چطورید بچه ها؟ خوش اومدید به یک ویدیو رقابتی بین من و سلطان کالاف خونشون امیر پورقاسه. سلام کن امیر جان. به من امیر مسعود پور هستم. امیر مسعود پورقاسه سلام کن دیگه، بیادب. سلام به بچه های گل توی خونه. وقتتون رو با دیدن این ویدیوها هدر ندید. برید یه بچه چیزی ها امیر رو جان یه دست بخورید. خواست ادای امینمو در بیاره، یه ذره گندگوزی کرده این دوستمون. الان میریم که خاموشش کنیم. بچه اصلا خوراکم اینه که گندگوزا رو خاموششون کنم. امیر تو هر گانی میخوای بردار. خب درست که از اولم گفتیم گانازت دیگه. من اسنایپ میزنم. یا میخوای شاتگان بزنم، فرقی نمیکنه، هر چی تو بگی من همون رو میزنم. گان منو تو انتخاب کن. آی یه لحظه من این دو نات دیسترب رو روشن کنم. پیام های دوستان عزیز نیاد روی صفحه. دوستان عرض پوزش. خب بازی رسما و شرعا شروع شد. بسم الله الرحمن الرحیم. کجا رفتی؟ خب این از اولش. آرتیک چیدی؟ فکر کردی مثلا رفتی ویدیو یوتیوب من نگاه کردی فکر کردی تو هم میتونی آرتیک پلی بدی؟ آره اصلا ویدیوی توی تلگرام. چقدر بیادب این دوستمون. من ویدیوی یوتیوب تو رو من زدم چرا نموندی پس؟ هر کسی نمیتونه منو بکشه. ای یه ذره راش بده امیر جان. این گوشه ها وایستی میمیرد. ای توف، میخواستم فینیشتو بگیرم. بابا یه دونه میزنم چرا چون نمیزنم؟ M21 دو تا شات میخواد، یه شات نمیندازه. بعد اسکولی که M21 برداشتی. بازم بود. M21 دو تا بابا این شاته. فروشگاهه. بس خودت شسته هستی. بالا تنه رو باید بزنی. بذار ببینم با گان خودت میتونم بکشم. پس تو امیر جان خودت احمقی. نه اصلا این چیه؟ من چرا بکنم؟ محض رضای خدا یه بار منو بکش. چرا بزنی با این یکی گانش اتچمنتشو چجوری چیده. گوشی تو داره زنگ میخوره. چقدر بد چیدی اینو. خواستی با نایف بزنی؟ ای کسافت مارمولک.
کجایی؟ واسه زنگ داره. ای توف تو ذاتت شاتگان کشیدی. خواستم فینیشتو بگیرم. خب شاتگان باز کشیدی، دوتا الان میتونی بزنی. Ne oldu pe? ای توف ذاتت. منم زدم چرا؟ تو سستستی به خاطر همون. واه برو ببین چی زدم به تو کیل کم. وای وای یه تیر دارم اما فقط بدبخت شد. بخواب بابا، بخواب بیدارت میکنم. ای توف تو ذاتت چرا نمیگیره رود شاتم. تو شانسی داری ها امیر جان. چقدر آجی تو بدبختی که نگاه کن نگاه کن. ای لاش گوشت. تو بشین بابا. 3 تا کیل با اون. ای بابا چرا رفتی رو بشیا مثل اسکولا. تقابل نه چندان نفس گیر. بیا بیرون بیا. ای خدا بکتو چسبوندی به اونجا که فینیشتو نگیرم. آره بکتو چسبوندی اونجا فینیشتو نگیرم. بذار فینیشتو تو بگیرم دیگه.
همین دوتا فینیشرتو بگیرم دیگه. بچه ها دارن تقابل نفسگیری رو تماشا میکنن. فرار نکن. وای فینیشر گرفتنت رفت تو مخم. باید یه بار فینیشر بگیر. وای چرا نگرفت؟ چرا نگرفت؟ دقیقا بکت بودم اما برای فینیشر. تمام شد. میخوای یه دست دیگه بریم. آقا این دست میخوام برات سادش کنم. خب من با کلت بازی بابا هم میکنم. کالت بدتر از اسنایپر. خب با کلت من بازی میکنم. کالت بدتر از اسنایپر. تو با هر چی میخوای بازی کن. تو هم با اسنایپر بازی کن. تو داری از خودت سادش میکنی. با کلت دارم با پیستول بازی میکنم. اونم نه این رگبار یا تکتیر. بچه ها دیگه نمیدونم چقدر باید آوانس بدم بهش. خب بازی رسمیت پیدا کرد. کالته. چیه؟ کلته دیگه. تو وان شات میتونی بزنی، من 3 تا شات باید بزنم. 2 تا شات. ای توف. اگه اینم نتونی ببری یعنی دیگه واقعا کالافو باید پاک کنی. ای بابا میخوام فینیشر تو بگیرم نمیتونم. چرا؟ این اصلا هیپ فایر نداره. هیپ فایر هیچی نمیزن. خداییش هم اتچمنتش خیلی شخماتیکه. بچه ها میدونن اصلا این کنترل نره کلا. یعنی نزدیک باید بزنمت تو هم شات کنی. چون تقابل حساس و نفسگیر میشه.
نفسها در سینه حبس میشه. فرار نکن. بابا یه دارم قابل هم سرت نمون. فرار نکن. برو چی زدم بهت با کلت. چرا نمردی؟ من کردم اون شاتم میخوابه بود دیگه تیر نزدم. خدا از بازی بیرون حالا که فیلمش نگی. صدا پات داره برا من میاد. چجوری بیرونی؟ الان اومده. الکی فینیش مینیش نگیر. مثلا انگاری ما عقده فینیش گرفتن اینو داریم. ای زرنگ رفتی فنک برداشتی؟ با کلت میخوای منو بزنی؟ بازیه دیگه. با کلت خودت الان میزنم. با این کلت خودت که ببین راحت میکشمت با این کلت خودت. توفت ذاتت که رفتی شمشیر کشید. بشین بابا بشین عزیزم. بشین عزیزم. امید دیگه نمیدونم چجوری بهت آوانس بدم. این فایر میخوام بزنم دیگه فقط. فایر هدشات. و یه دست یه دونه منو بکش. مرا پاره کن. بابا برگرد فینیشرتو بگیرم دیگه. 2 ساعت داری اذیتمون میکنی.
تو اگه بخوای منو با کلت بزنی من این کالاف آتیشش میزنم آتیش. فایر دارم میزنم با کلت، میفهمی یعنی چی؟ میفهمی هیپ فایر یعنی چی؟ هیپ فایر. بابا یه دقیقه بذار فینیشتو بهم بگیرم. یه دقیقه فقط. ای بابا ببین زیاد طولش نمیدم خب، یک لحظه فقط طول میکشه من سری فینیشتو میگیرم تمام میشه دیگه. ای توف تو زاده. بچه ها مرسی از اینکه این ویدیو رو دیدید و حقارت امیر جان رو تو این ویدیو تماشا کردید که با کلت هم نتونست ببره. یعنی من با کلت، اون با شاتگان و رایفل و SMG و قابلیتاش هم تازه استفاده کرد. بچه ها مرسی از اینکه این ویدیو رو دیدید. تا ویدیو بعدی خدا نگهدار.